و ارجمند، امیدوارم حالتان خوب باشه. امروز من یک سفری دارم به کشور سویدن دیگه. خواستم به شما یک فیلم بگیرم و استاد پرویز خواجایف در کانال خود به شما بگذاره. طوری که میبینی کشتی که نو کارولین آمد و پارک است و ما در حالت حرکت هستیم و میریم به طرف سویدن دیگه. یک صبح بسیار زیبا قشنگ دیگه. از شهر سندفیور به استرمستای سویدن مسیر ما هست. من فعلا در منزل 5 هستم و ماشین موتر خودم یا ماشین خودم در منزل اول پارک کردیم و اینجا دوستا از هر کشور و از هر فرهنگ دارن فیلم میگیرن. ما هم به شما فیلم میگیرم و امیدوار هستم از این فیلم لذت ببرید. من فعلا در خود بام به یا کشتی قرار دارم. باش که من کمتر از جای مختلف با شما بگیرم. کشتی هست به نام فری تاکس میگن، یعنی دیگه مالیات نمیپردازی. جنسش معمولا ارزانتر است از دیگه جاها. این مواد خوراک است، به طرفش لباس داره و هر چی داره. معمولا ما از اینجا میخریم چون اینجا ارزان است در داخل از این. دوستای عزیز، طوری که شما مشاهده میکنی یا میبینی نواره، امروز خیزش آب است بحیره بالتیک. این بحیره است که میره به آمریکا، کانادا، روسیه. آبخیزی هست. من بالا آمدم به خاطری که دلبد نشم. اینجا بچه ها ششتن دارن حال خودم میکنن و شاپینگ. کمتر توفه یا پدرکه خریدم به دوستا. بابام با خانم نشسته. این مناطق کشتی را که میبینیم اینجا مردم ها می نشینن. اینجا کنسرت برگزار میشه و خود کشتی خیلی بزرگه. الان من کمتر پشت سر برم جلو دیگه. این مناطق کنسرتش هست و اینجا میتونی کافی شاپ داره و کافی شاپ هم میتونی کمتر کافی بخوری و یک تعداد مردم هایی هست که غذا از خانه شان آورده اونجا میخورن یا اون خارجی هن. و فکرم ایستا ایستا بهتون فیلم میگیرم با معذرت که من کمتر تاجیکی، دری، ایرانی چندی زبان ها را وقتی که من صحبت میکنم با هم یک جا میشه. امیدوارم شما جدی نگیریم و ما را ببخشید. مثل که شما تاجیکی ها وقتی که حرف میزنی اکثر وقتا از کلمات روسی استفاده میکنی. این شهر زیبای سندفیور است، بحیره بالتیک.